بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم از بلژیک. ضمن عرض سلام خدمت برادران عزیز جناب آقای انصاری و سایر همکاران. که دو تا مطلب هستش که انتظار دارم که شیعیان در ایران تلفن کنن و جواب این سوالای منو بدن. یکی این که پایه‌گذار مذهب رافضی رو بنابر اعتقاد خودشون امام جعفر صادق رضی الله عنه میدانن که البته ایشان فرموده 9 دین ما تقیه است، یعنی پنهانکاری، تدلیس، دروغ. این حدیث کاملا مشخص است که جعلی. در ضمن هیچ یک از آیت الله های شناخته شده چه در گذشته و چه در حال حاضر نیستند بگویند که قرآن تحریف نشده، ولی اعتقاد قلبی آنهاست که این قرآن تحریف شده و قرآن اصلی نزد امام زمان است. من سوال میکنم از شیعیان جواب دهند چرا با اینکه در قرآن برای وضوء الی المرافق ذکر شده این شیعیان برعکس وضوء میگیرن؟ خب یکی از همین دلیلاست که قرآن رو تحریف شده میدونن. آقای عبدالله از تهران که با آقای انصاری صحبت کردن گفتن اعتقادی به احادیث کلینی و بهارالانوار ندارن و اینها ضعیف است و جعلی است و قرآن رو تحریف شده نمیدانن. ایشان که مرجع شناخته شده نیست بلکه فردی عادی است. اگر راست میگوید یکی از مراجع و آیت الله های شناخته شده اعلام کنند که هر که اعتقاد به تحریف قرآن دارد کافر و از دایره اسلام خارج است، که محال است چنین چیزی بگن چون من خودم 50 سال شیعه بودم. دوم موضوع قضیه فدک. اگر ارث فاطمه است مگر زنان و همسران پیامبر از ماترک پیامبر ارث نمیبرن؟ و اگر بگویم پیامبر بخشیده به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که موارد مصرف غنیمت غیر جنگی در قرآن ذکر شده از جمله مساکین و ابن سبیل، پس هر دو مورد دلیل و مدرک ندارن. در مورد شکسته شدن پهلوی فاطمه زهرا مراجعه کنید به سخنرانی علامه فضل الله مرجع شناخته شده لبنان. مورد آخر که در مورد امامت است. من از یکی از آخوندا سوال کردم که چرا امامت از اصول دین ذکر شده و در قرآن آیه‌ای وجود ندارد و شما در مذهب تشیع و همین رافضه‌گری امامت رو جزء اصول دین ذکر کرده اید. این آخوند برگشت به من گفتش که مگر تعداد رکعت‌های نماز در قرآن آمده؟ گفتم ابله نادان، نماز و روزه و امر به معروف از فروع دین است نه از اصول دین. شما در اصول دین بدعت گذاشتید و هر بدعت گمراهه و هر گمراه هم در آتش جهنمه. خواهش میکنم این شیعیانی که خیلی خودشونو متعصب و مطلع و مجتهد نشون میدن، به خصوص اون آقایی که از تبریز زنگ زده بودن، از اینها خواهش میکنم که این 2-3 مورد سوالای منو تلفن کنن و جواب مستند بدن. خیلی متشکرم. شیعه هدایت یافته امیرحسین از بلژیک. السلام علی من اتبع الهدی. خدا حافظ.